برای قربانی گفته بودین در قربانی کردن چند کس میتواند در یک گاو سهم داشته باشه؟ 7 نفر. در گاو و در ببخشید در شتر 7 نفر میتوانند شریک باشند. 7 نفر میتوانند. در گاو هم در شتر هم 7 نفر. اما یکی گفتید که نه ما 3 نفر یک گاو رو قربانی میکنیم، در اینجا ثواب میگیرید مثل اینکه یک نفر میگه من 1 تن و 2 تا گوسفند قربانی میکنم. در اینجا هم ثواب میگیرید. پیامبر صلی الله علیه و سلم 100 شتر را قربانی کرده بودند، یک خودشان. در همون حجۃ الوداعی که بعد از 3 ماهش تقریبا میمیرند، پیامبر 100 شتر قربانی میکنن. گاو عیناً مثل گاو و شتر عیناً یک خیل است سهمش. اما در عرب ها که گاو زیاد نه و شتر زیادتر است، اساساً با چی؟ با شتر و با گوسفند در حدیث ها زیاد آمده است. اما گاو رو اگر قربانی کنید هم میتوانید 7 کس شریک شوید. یا چه خیلی گفتم کمتر میگوییم، اما 8 کس نمیتواند یا 9 کس نمیتواند. خواهر نرگس شما؟ استاد جان همین برای قربانی گفته 7 کس ممکنه گاوی چند ساله گاو باید از 2 ساله بالا باشد. از 2 ساله بالا باشد. استاد جان همین آدم قرضدار رو میتونن قربانی کنن؟ خواهرم برای قرضدار قربانی فرض نیست. قرضدار باید قرضش را بدهد. مگر اینکه یقین بداند که قرضش رو هم داده میتواند، قربانی هم کرده میتواند. یعنی بعضا شما قرض گرفته اید، یقین میدانید که پولتون به قرض هم میرسد، به قربانی هم میرسد. و یک